اینجا میان سبزها با این همه ناز و ادا دلم میخواست برقصم اینجا اینجا میان برقا رفت نه 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 بفرمایید زنده نباشی زنده باشه برار کو خلیفه شما بله خلیفه شما کو خلیفه برار تا با گل صبح شیشته بیدم دیگه برفتم اما حالا کم استراحت کنن خوشم چرا رختا خود بیاوردیم برام اینا رو کدی رو بردیم شما برار من مثل که عقل کمال بیدی نداری عقل کمال دارم دیشب جا شما خیلی گوامو بخوردم ببینه عقل شما اصلا به ساعت شما نیه برار این رختار به کی دختی؟ بله این رختار به کی دختیم براره؟ این رختار به شما در خوب این رختار شما نیه براره من این رختار که ندختی امالی 3-4 سال دوار مکلونه اینا رو قراری کرده بگیریم اقعد کمک کتک کنیم براره خب روزی که مادر شما را از سلا بیری که مثلا میگم گفتد برو اول تربیه فامیلی بگیر عقل کمال بگیر بعد بیا اینجا به تا خیلیتی بیا وردی نه بردم براره یک تربیه فامیلی شما داریم ما نداریم ما اصلا روی دونی مثل شما نداریم به خاطر عزیز که مادر تو بگفتن که تو همی روی همی فرش تا خونه شما نلیچا تا خونه شما چی فرق میکنه تو خود کوشاخ اینجا بیامدی بری از یه امدی این کوشاخ تو بری نلیچه امدی خدا امید یه تخیلیتی شما رو نکنه روسیا میکنه اینا خود میکنی یا تا و رختامت میدی کلی نه همین جوالایی که دوختی چی میدی جوالا خود راست میگن گو ساله اونو 4 تا بیش خیلی با که به چرتور رخیلیتی تو قیافه تا میخوره که بری بد کردم با خدا بد کردم دروغ نمیگم بد کردم برار چشم گردنم بند باشه اوکا کلمه اما مثل چشماتی میته ایت سیاتریکی میشه ازاری که بسکا گنده دیری عقل تو بیام سر جات گنده باشی بلی هم محضب عرب مدر عقل کمان نمی شمال پیدا شد من میرم تا 1 ساعت نیم ساعت دیگه میام رختار خود میکنیم اندازی برمه میکنیم چشم کاره چند چریکیم شما معلوم نیه دیگه اندازه من نگرفتی برو چند دفعه گرفتی برو جو اندازه شما چند چریکه خب چی میفهم 2 دفعه که تو اندازه هم بگرفتی بیا دست رخت 4 متر 80 سان برو قطعتونه متیای میکنم برو شطور 4 متر و 80 ثانیه منو تو یک چریک اگه شطور خودتر بشی برو به توی چی میگم خلیفه تو اندازه ما رو بگرفته بفهمیدی داره اندازی همون رو بدر میکنی رختار تیار میکنی با میام تا نزدیکای افطار بیا برارمه خوصهیه خدا سر خودی نکنی نه برا نه برا پولار من ندونیم پیر داد باید تک کنه شما تک بسم الله نام خدا سنگینی به چم بشه خوش آمدیم برا خیلی بشه خوش آمدیم دلجمع باشیم بیایم برارمه ها شاگردا گردن بند باشه من جاتی می خلیفه بدید با قرآن شما نون افطار نمیدادم حیف سیری پی مای برای شما من به سر عباس کو لغت که شما میگم مثل ملی ولی شیشته می بعد من نگاه میکنی قبل که به خیر خوشی یاد ندارن که بگیم چه کار فلانه این رفته از این فقط میگی به بعد خسور میشه ایتنیه لالا بله ایتنیه اشتنه و خدا رختم مرتکر خراب کردی گیلا چرا اشتنه خو همون اندازی رو نگرفتم نه آخه بگرفتیم باشه خلیفه بیا همان اینا رو خراب کردی با پیلا
خب برو این کتنه و گوینیه خو این که من همین امال بچه استاده نمیدید تو میاندازی از این بگرفتم خو این از اندازی از این هم روی عدی گرفتم دیگه چی فرق میکنه با خیلی فرق بیتر میفهمه بیگاه السلام علیکم باز با چرا تعطیلی ماما؟ بله همون بجش برام من خود تو اینجا چه کار میکنی؟ همون بچه چی چیلک از این سرقلم چون چه کجی اوه این رختار خود بیار در خلیفه گفته که چیزه اینا گفته که چون چنده چه شده اینا بلند شده اینا خیلی بلند شده نه چه شد تو بیای بر بیا بدر شو بیا خب اینا رو گفتی کی آوردن؟ اما چیز همه کجی همه اون سرقلم خب همون بفهمیده اون مشتری مونه گیلن اینا رو گفتن چه کار کن؟ اینا خلیفه چیز بودن گفتن بلند اندازی رو بگیر تو من از دوم بیرگه چی کردم من اینا گفتن بلنده؟ ها چطور بلنده؟ نه خوبه با کل منه او کل منه بیاره خلیفه سردومانه اینا چرا ایتنه؟ چی رقمه؟ اینا کی تا این که کش کردم بغل کیسی هم تا به زیر چیز گلوی یا متشش شد اینا رو هم خودی او اخونه خواه نه خلیفه جان سی کنیم برار من شما کن میفهمیم این میته با چین گازی میته بیده اگه من بگیرفتم امی اندازه متر بگدشتم این من چی کردم این از این دیگه من چی کردم پس رختو از این مرتکر تو خراب کردی نه خب بلند بودن اینا شاهدن گفتن که بلند اینا حال اینا تو چی کردی؟ ها دیگه پا مادر مگه چی که از این خلیفه به شما شلغم نه میگم یعنی پخته میکنی تو بزدی رختو مرتکر خراب کردی اینجا بیاوردی به پیش رو بگدیشتی نال اینا ما چکار کنم؟ خلیفه جان برار گل ما شما مردم میایم اینجا میته متر نمیگیریم اینا من متر گرفتم اندازی همون متر به چیشام بخوردم این در کل مزی امیر کم کردم مثلا 5 سال دیگه که تو اینجا به پیش ما کار کنی تو متر کردن یاد نمیگیری تو از امال بگیری رختو مرتکر چی کنی تو به اندازه چیکار کنم جواب مرتکر من چی بودم؟ به تو کی گفت که متر تو بگردن خو کنه؟ خب نه خب من اندازه گرفتم خلیفه دیگه بابا جان ما به تو بگفتم 5 سال که تو اینجا خودی ما کار کنی تو متر کردن یاد نمیگیری تو از امال بگیری رختو مرتکر خراب کردی ما جواب مرتکر چی بودم؟ شما به اینجا چیکار میکردیم؟ شما رخصویی داشتی؟ چرا نگفتیم به میادن کی کار نکنه؟ اینا خب من نگفتن که چه کار کنم من میتگم وظیفه تو چیه بعد تو چیکار کنی؟ وظیفه من که چیز من دکمه بدیدم خب تو اینجا چیکار میکنی پشت از این میز؟ نه من میگه که کدوم شاگرد صلاحیت داره میاد پشت این میز بسته که بغیر از این خلیفه؟ کدوم حق شما؟ خب نه من میگه تو نوال 20 ماری میری سال به 12 می تمام شد این هیچ به حالا من جواب از این مرتکر من چی بودم رختو مرتکر به زیالت رسوند اینا تاون میکنه به سر موقع خلیفه با 1 ساعت که ما برفتم به خونه خب 5 دقیقه ساعت خب بگوشم خراب شدم تو بیامدی دیکون سکو تو به چی حالت رسیدی خلیفه او هم مگذار گفت اضافه گردن ما بند باشه همون نخ همه متر بگرفتم من از کجا متر گرفتی؟ برای از کجا متر گرفتی؟ اتا پیناکیو من چی جواب از این مردم بودم آخی با تو کی گفت تو بیا اینجا با اینجا رختو مردم خراب کو خلیفه جان نیست سلام صاحب بعد دیگه ما برام که مزه هم خیلی برو دیگه نه یه کن برو چرا برو که مال جواب از این مرتکر چی بودم من مرتکر میقال مقال میکنه آخه $2 رخت عجیب به سیری فهمیدم برو پیش رو حساب داشو برو تو به درد از این دیکن نمیخوری هیچ چی تو به درد نمیخوری برو یک 4 تا میش پیدا کن و بچارم به درد همون کار میخوری دیگه خلاص از تو حالی من چی بگم جواب از این مرتکره برو در تو سکو با بیلا گوش کشیم چی میگم به خاطر این ماه مبارک رمضان نبودی یک دم امید که کار ما بنده مردم لباس میارن نمیتونن پیش برده دیگه کل شما ما بدر میکنم که براتون به خونه خو میشیتیم این بی عقل بیا آوردیم اینجا سعی میکنه پیش شما پیران مرتکر خراب کردن ما جواب از این مرتکر چی بودم آخه کاش کی خانی نبودی به خاک من میرفتم هم رنگ از این تکه میخریدم مال به مرتکر تیار میکردم ما برم چیکار کنم ماله ما خود از این مرتکر چی رقم قبضم بگم من نبودم شاگردم به یالات ایران رسونده وای دست تو
گیلک اشتنی؟ بله اشتنی برو اصلا من خرابه برو چره؟ خلیفه مر بیری که اخیتی؟ ها اینه چره؟ بانا مرتکه همون بچه که همسای ما گوش ارقله بیامدک همه کجی ها گفتک رختام کلون شده 2 متر رختام غچی کو من غچی کردم برادر بیامده خلیفه اینجا مر میزنه به پیش شاگردان من خار میزنه تو به درد من نمیخوره چی اینا غچی کردی گفتم خلیفه میتم متر میگدشین شما میرم نبوده انا مر بزد گو بیری شو خود تو قچی کردی یاد نگرفتی بدی که رختار قچی کردی خراب کردی خب نه دیگه من یاد نیستم تو که میفهمین که خلیفه میتقل چی میکنم امیت متر میگیرم به تا سر مرتکا ای کلمای دستای همه امیت میدم من به من روال و به من شکل من به من برفتم یک دمی بیام دیگه غال مغال میکنه گیلک جو به زور رواله که خلیفه قچی کردی میکرده اگه تو یاد میگرفتی تو بیرون نمیکرده کن حتما رختا مسلمون خراب کردی که خلیفه هم تاوندار شده مجبور شده که تو رو بیری کنه حالا که ما ماستون 4-5 دست رخت ابرارام و خود مویدک ماستون ببرون دلجم بدم که گیلک همسایه ما اینجا به خیاطی شاگرده حالا گپ پذی بزن گیلک تو خیاطی شلوغ خونه شده رخت خونه آورده مردم خله که با خلیفی تو قبول نکنه خب از 20 تا 30 تای رخت بوده 20 تا 30 تا رخت بوده بیاردن دیگه حال مردم ما حال که وقت نزه روزه از روزه اید خیلی مونده دیگه انا با شلوغ مش حال بریم بستانیم امروزم حالا که تو نبشی با جوابی الده ما میکنن رختم را الده تبدل میدوزم کپینی دیگه دلجمی اسم من بگیم شاید بیتر بدوزه کردن ما بان اسم تو بگم نیه تکار هم متر هر دست یک لک بودم نمیدوزه خلیفه تو ایتا تو میفهم که ضربه به خلیفه گذاری خاله که اسم رسم داری که بابا جونجوگا اسم رسم تو بگم نباش خاله چه کار میکنی؟ شاگردینگی نمیدین تو حقیقتی بیرون شدی حالا بابا تو شاگردینگی بودو فرزد انگار کنیم بیدم من انگار کنه من نداره هر دایم تا خیاطی بدی با وقت شاگردینگی تو میدم ایدی چی؟ ایدی که هنو که لگبو مونده به اید دیگه فقط تو سردیل داری که به تو یا شاگردونگی یا ایدی بده رقافت اصلا به خودت تو ندارم رقافت کجا میده بابا؟ برفته بیدون بابا رختا خوب که نبوده بیدون به خیاطی بابا هر مکلون بیدن بابا گردن بابا باشه وقت جوال بیدن هنی قراری که ده اونا گفتون چند سانتی خود کو همو اندازی که خلیفی شما بگرفته همو اندازه پس دوباره اثر بیدید گفتن خوب شما چه کار کردیم بابا رختا خوب؟ ما کتاله نستم ما بابا رختا بابا خیاطا نمیدوزن ما بگم چرا؟ دم عیده بابا جان دیگه 20 روز دیگه 25 روز دیگه بیت مونده تو چی میگی بابا تو دیونه ای تو بابا هر چی زودتر ببریم بدین که خیاطا بدوزه شما دلجم شیم دم عید بشه شلوغ میشه ایت دست یک پنسدی بدیم به شما کسی نمیدوزه بابا به سر نو فریقی نیه خب همه سانمه برم خیاط میدم دیگه چی میگی؟ به چند نمیدیدم؟ با 500 بابا بابا جو ایت اثر رو نشوره از 2.5 ساعت بالا نمیدم برای اینا اختیار خود داریم بابا مدام منظور معدینه که وقتره که ببریم بدوزی هم شما دل جمع شیم هم خیاطا و دم شلوغ میشه با پونیله پیش میکنم من رفیق دارم که بهترین خیاطه ارزون هم میدیده با چی جان فقط سمه نشو چه خوبه گردون حالا تو رختا خوبی دوختی خلاص شده نه گفتن دم افطار نزدیکی افطار بیا برد اینا گفتم خوب خوبه دیگه آبه کجا میره حالت ریته؟ برو به سهرا بابا برو کارت رو بیا دیگه
علیکم السلام. لالا یک سنگ تال پیدا کنی لط کنم. اون سنگ بیا. اون سنگ بیا. بده. ها حالا گپ خور بکن. خیرت. لالا از پای دیگه جلوتر 3 دفعه مدت زنگ زد. چرا گوشی خوب نمیداره؟ زنگ زده. بلیا مثل گوشی من بی صداه. کار دیشتر. گیله کسر کار بدر کدر خیاطی. گیله که خیاطی بدر کرده. بلیا چرا؟ ما چون حساب کن. اشته گیله که خیاطی بدر کرده. چیکار کرده گیله باز؟ ما چون چکار کده خلیفی و او بدر کده بز درما. 100% باید گل به اود نکنی بدر کرده. بفهمیدی؟ اون خلیفی و دامید شاگردا خو بدر نمیکنه خیاطی. چون کار بنده. باشه ما بنانه زنگ زنم. با زنگ زده گوشی بی صدا میره. بای نانه خوبیم بخیرین. با گوشی بی صدا بود نانه چی مستین؟ گیپک بیانده میگه گیلک از خیاطی بدر کرده. خوب ای خاک به سر ریشه. خب ما چه کار کنم؟ خب بگو تو بر اختار مردکه چی کار دیش که قیچی کنم؟ تو اینجا قیچی کار یا اینجا شاگردی؟ پیش خوب افته کارا خلیفه کرده کرو بدر کرده دیگه. بس ده من یواز خلیفه میدم اون اصاق بالا میکردم به زمین میزدم آخه. من چی میفهمم نه به دم امید هر دقیقه هم شاگردونگی به خود جمع بکسته 4000 پول میشه غیر از ماشیو. خانال بدک و دوباره میگیره میگه رختو مردکه خراب کرده. و باشه ما بیام میبرم بالکن خلیفه رزی کنم که پس برم سر کار خوبه. وای 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 یک روز سر پادروز بس یک جای کار نکردی. خوبه خداحافظ. میام میبرم میام. خداحافظ. تو سعی کن تو از این برال که من خیلی ندیدم. هیچ چی از این برال من خیلی ندیدم. وقتی بریم تو سر وقتی